بعد از رودخانه دستساز قذافی که کلیپشو در آنتن دیدید، نوبت به یک رودخانه دستساز دیگه رسید. کانال قوشتپه افغانستان. کانال قوشتپه یکی از بزرگترین کانال‌های انتقال آب افغانستان و حتی منطقه است. شاید فکر کنید بعد از 50 سال جنگ و درگیری تو افغانستان این کشور جایی نیست که یک همچین پروژه‌ای توش پیاده بشه. اما این پروژه پیاده شده و تا به حال بیشتر از 50% هم ساخته شده. جالب اینه که این اولین پروژه عظیم در افغانستانه که خارجی‌ها توش هیچ نقشی ندارن. همه کارها توسط خود افغانستان انجام شده. از مهندسی و طراحی بگیر تا تامین بودجه و ساختش، هیچ از خارجی‌ها کمک گرفته نشده. حالا این کانال اصلاً چرا ساخته میشه؟ این کانال قراره یک رودخونه 285 کیلومتری باشه. یک کانال عظیم که 115 متر عرض داره و 8.5 متر هم عمقشه. در مرزهای شمالی افغانستان یک رودخونه بزرگ وجود داره که به خاطر بزرگیش از قدیم بهش میگفتن دریا یا آمودریا. یک رودخونه دیگه هم مثل این هستش که شمالتره که بهش میگن سیردریا. البته وقتی اعراب به این منطقه اومدن به این دوتا رودخونه میگفتن سیهون و جیهون. خب برگردیم به رودخانه قوشتپه. افغانستان برای دریافت سهم آبیش از رودخانه آمودریا تصمیم میگیره که این کانال عظیمو بسازه. این آبراه دستساز شاهرگ حیاتی شمال افغانستان خواهد شد، چون تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های به وجود اومده به شدت شمال افغانستان رو خشک کرده. برای همین این قرار شاهرگ حیاتی اونجا باشه. همسایه‌های شمالی از این کار افغانستان اصلا خوششون نیامده و میگن برداشت اینقدر آب از آمودریا کل رودخونه رو صدمه میزنه. اما خیلی از کارشناسان و خود افغانستان میگن نه، هیچ صدمه‌ای به محیط زیست نمیزنه. جالبه که بدونید افغانستان با وجود اینکه سالهاست با آمودریا هم مرزه، اما هیچ موقع از آب این رودخونه عظیم آنچنان استفاده‌ای نکرده، چون موقعیت جغرافیایی اجازه این کارو نمیداده، مگر اینکه یک همچین کاری میکردن و آبو با کمک کانال منتقل میکردن به طرف جنوب. اگر شما 30-40 سال پیش میرفتی شمال افغانستان، اصلاً کمبود آبی وجود نداشته. آبهای زیرزمینی پر و پیمان و میتونستی راحت کشاورزی کنی. اما خشکسالی‌های چند سال اخیر شمال افغانستانو داره اصلاً کویر میکنه. دیگه آبهای زیرزمینی هم جواب نمیده. برای همین این کانال باید ساخته بشه. این کانال وقتی آماده بشه به جمعیتی بیشتر از 1 میلیون نفر آبرسانی میشه و از طرف دیگه 55,000 هکتار زمین کشاورزی آباد میشه. قراره تو این زمین‌های آبی بیشتر گندم کاشته بشه. هدف نهایی هم اینه که افغانستان بشه تولید کننده گندم که حتی تا سال 2028 صادر کنه. این پروژه در مارس 2022 شروع شده و هدف اینه که تا سال 2025 کاملاً به بهره برداری برسه. هزینه کل پروژه رو برای خود افغانستان حدود 500 میلیون دلار برآورد کردن. بسیاری از کارشناسان معتقدن این طرح عظیم با 500 میلیون دلار تموم نمیشه. اونها برآورد میکنن تا 1 میلیارد دلار هم میره بالاتر. کانال قوشتپه طوری طراحی شده که از بلخ شروع میشه و از حاصلخیزترین خاک‌های شمال افغانستان عبور میکنه. با این شاهرگ عظیم که به عنوان بزرگترین رودخونه دستساز آسیا هم شناخته میشه، زمین‌های سر تا سر مسیر آبیاری میشه و هدف 55,000 هکتار زمین کشاورزی مرغوب رو به نتیجه میرسونه. حالا چجوری این کانال رو دارن میسازن؟ کندن و خاکبرداری این کانال بیشترین زمان رو میبره. در حال حاضر 7,000 تا کمپرسی در اینجا کار میکنن
که حدود 200 تا بیل مکانیکی هم اینها رو پر میکنه. مرتب جای کانال رو خاک برداری میکنن و میرن جلو. در حال حاضر بیشتر از 150 کیلومتر رو خاک برداری کردن. در قسمت‌های ابتدای کار کانال آماده شده و آب آمودریا هم انداختن توش، اما جلوی آب فعلا مثل سد مانع داره. هر قسمت که تموم میشه میرن جلوتر، یک مانع جلوتر میسازن و مانع جلوی آب رو خراب میکنن و آمودریا میاد جلوتر. کل کانال خاکیه و بتون توش به کار نمیره، کنده میشه، کوبیده میشه و آب میاد توش. بعضی کارشناسان میگن این طرح خیلی خوبیه و جواب میده. بعضی دیگه هم میگن نه، این اشتباهه و آب هدر میره. موافقا میگن اول از این که این آبی که اومده تو این کانال بیشتر از 100 کیلومتر رفته جلو، با این وجود در سطح آمودریا هیچ تأثیری نذاشته، برای اینکه آمودریا بسیار پرآبه. و میگن درسته که آب نفوذ میکنه تو زمین، ولی هدر نمیره، آبهای زیرزمینی تغذیه میشه. موافقا میگن اینجا یک بیمه هم شکل میگیره و اگر خشکسالی بشه، آب کانال کم بشه، میشه رفت دوباره سراغ آبهای زیرزمینی. خیلی از کارشناسان میگن افغانستان بهترین فکر رو کرده که این کانال رو داره خاکی میسازه، چون اگر میخواست بتونی بسازه بیشتر از 1 میلیارد دلار فقط پول سیمانش میشد و بیشتر از 1 میلیارد دلار هم بایستی خرج میکردن تا این بتون تو این کانال درست ریخته بشه. افغانستان هم کشور پردرآمدی نیست و اگر میخواستن کانال رو با بتون بسازن 10 سال زمان میبرد. جالبه که بدونید در اون 100 کیلومتر اولی که آب داخل کاناله، اطرافش کشاورزی شکل گرفته و آب به تمام زمینهای اون اطراف رسیده. عظمت این پروژه رو اگر بخوایم حساب کنیم اینه که این 7000 کمپرسی در روز نزدیک 1 میلیون متر مکعب خاک رو برمی داشتن میبردن یک جای دیگه. حالا کجا میریزن این خاکو؟ جاهایی که گوداله و نزدیک همونجاست، چون خاک نباتیه و زمینهای کشاورزی رو هموار میکنه برای کشت بیشتر. این پروژه یک کار جالب دیگه‌ای که کرده اینه که تو دل مردم شمال افغانستان امید به وجود آورده، چون بعد از 50 سال جنگ و درگیری الان تو همین پروژه مشغول کار شدن و بعد از این پروژه هم تو زمینهاشون کار خواهند کرد. یک کار جالب دیگه‌ای که انجام شده اینه که شمال افغانستان برق آنچنانی وجود نداره، برای همین با صفحات خورشیدی به قسمت‌های مختلف برق دادن، به طوری که کشاورزی‌هایی که مشغول کار شدن برق آبیاری و پمپاشون با این صفحات خورشیدی تامین میشه. کمبود آب آشامیدنی و کمبود غذا به خاطر جنگ‌های طولانی مدتی که تو افغانستان جریان داشته باعث شده که گرسنگی هم زیاد باشه، اما این پروژه میخواد این گرسنگی‌ها و این کمبودها رو از بین ببره. بالاخره شاید بعد از مدت‌ها جنگ افغانستان سر و سامون بگیره و مشکلاتش رفع بشه.